بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که عطا میکنه خیلی 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 زیاد در برابر خیلی 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 کم ما. خدای بزرگ و مهربان ما. سلام و درود بر حبیب او و سفیر او که رسول گل هاست و رحمت به جان هاست و محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام مردم، بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، بندگی هاتون طاعاتون انشاءالله مورد قبوله خدای بزرگ و مهربانمون قرار گرفته باشه و فرصت همراهی با برنامه خودتون یاد خدا رو تا پایان داشته باشین. یاد خدایی که همچنان مشرف هست در امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم. انشاءالله که شما پاتون باز بشه به این حرم باصفا و پر از احساسات معنوی و روحانی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من مفصل قبل برنامه با آقای محمدی شارودی عزیزم سلام و احوال پرسی کردم. اینجا به رسم ادب و به نیابت از شما این کار انجام میدم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم از زیارتون، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده خوشحالم در خدمت شما. مخلصیم، خدمت از ماست. عزیزان بیننده و رفقایی که اینجا زحمت میکشن در خدمتشون هستیم. ان شاءالله که خداوند از ما و شما و دوستانی که دارن نگاه میکنن، چون هم دارن عبادت میکنن و ثواب دارن، ان شاءالله خدا از همه ما قبول کنه. الهیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی. خب همه ما دوست داریم که خدا ما رو دوست داشته باشه، محبوب خدا بشیم. قرآن فرمود یقول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر به اینها بگو که و یغفر لکم ذنوبکم، تا بهشون بگو اگه راست میگید میخواید که خدا رو دوست دارید از پیامبر اطاعت کنید تا شما محبوب خدا بشید و گناهان شما رو هم بیامرزه. اطاعت از پیامبر یکیه که انسان دنبال علم باشه. همون طلب العلم فریضه علی کل مسلم. بر هر مسلمانی واجب، پیر و جوان و زن و مرد و هیچ استثناء نداره. هم واجب، هم واجب عقلی، هم واجب شرعی. در ادامه فرمود که الا و ان الله یحب بقاة العلم. هم خودش دستور داد اگه به دستش عمل بکنی محبوب خدا میشین، هم چون دنبال علمی محبوب خدا میشین. این الا هشداره، ان هم تأکید الا و ان الله یحب بقاة العلم. بقا جمع باقیه به معنای جستجوگر، طلب کننده. دنبال علم باشن محبوب خدا میشن. بهترین راه هم که انسان به علم برسه همینه که نیازاشو بپرسه. امام صادق فرمودن انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. مردم فقط و فقط به خاطر این هلاک میشن که نمیپرسن. عجیب. به موقع باید بپرسن، نمیپرسن. دیدی مثلا وقت تو تهران انسان میخواد جای بره آدرس بلد نیست، نمیپرسه، کلی به دردسر میفته. که اگه میپرسید خیلی راحت مقصد میرسید. این اون مقصد تهران مشخصه. مقصد تهران میشه با این نرم افزارهایی که هست پیدا کرد. اما این مقصد خیلی دوره. این مقصد گردنها داره و پیچ و خم خیلی زیاد داره. اینو باید از اهلش پرسید که ما اون مقصدی که برای همه اون در نظر گرفته شده برسیم و این راهش علمه. این چراغی که انسان جلوشو ببینه که داره حرکت میکنه کجا داره میره. ان شاءالله که نتیجه گفتگو ما با دوستان همین باشه. بحث مهم نیست، بحث کاربردیه، بحث جوان هامون شبه مطرح میکنن. آیا قوامی ما خیلی زیاد هم تو فضای مجازی، من یه کانالایی به اسم بنده هست که تو بعضی از کانال‌ها به روز جواب میدن. به روز که نه، بله. به هر 3-4 بار. توی ایتا من عضوم تو کانالتون و استفاده میکنم. اصول دین. آره اون اصول دین ما روزی چند بار جواب میدیم. یک بخش قابل توجهی از ایرادها مثلا جوان‌ها، مثلا کسانی که حالا مثلا تو محیط‌های فرهنگی و دانشجویی اینها خیلی زیاد از این سوال‌ها دارن و این مسئله مطرح شده. ما داریم بحث به شکل علمی و ریشه‌ای و مستدل و منطقی داریم پیش میبریم که این سوال‌ها جواب داده بشه. تازه از یک منظر که از منظر حکمای اسلامی باشه دارم بحث میکنیم. خیلی خوب.
قبل از اینکه بپردازیم به اون جایی که رسیدیم از منظر حکمای اسلامی که بحث شرور و بدیها بود و حالا چالش ها و شبهات که مطرح میکنن، فرمایشات ابتدایی شما راجع به پرسیدن و سوال کردن من یاد دغدغه امیرالمومنین انداخت که چقدر دغدغه داشتن که روزهای آخر فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی. یعنی خیلی مهمه. پس خیلی و خدا به شما خیر بده، سال هاست توی برنامه پرسمان و پرسش و پاسخ و اینها فضایی رو دارید مهیا میکنید که مردم بپرسن و به پاسخهاشون برسن و چقدر این فضای پرنور و پربرکتی و این فرهنگ قرآنه. آره. و تو قرآن این یسألونک ها رو ببین چه یسألونک عن الاحله، یسألونک عن الروح، قل روح یسألونک عن المحیض، یسألونک عن ببین چقدر از این یسألون ها داریم که از زمین تا آسمون، از فرد تا جمع، همه اینها این معلومه که این فرهنگ مورد توجه قرآن بوده و قرآن می‌خواسته که از پیغمبر بپرسن و مردم میدن میپرسیدن و پیغمبرم جواب میداده. این فرهنگ باید در جامعه ما هم به هر حال این فرهنگ باید نهادینه بشه و این فرهنگ باید بیاد. الحمدلله. و این خیلی از بهترین راه‌ها برای تعلیم و تربیت و برای که انسان اون گره‌های ذهنیشو پاک کنه، همین باز کنه، همین جلسات پرسش پاسخ. شما که مأجورین پیش خدا و اهل بیت ان شاء الله خدا اینجوری و الحمدلله به حالتون ما غبطه می‌خوریم که شما شایستگیتون خیلی 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 ما رامی انقدر به اسلام و به دین و به حوزه انقدر بدهکاریم که 100 برابر این کارا هم که می‌کردیم اون بدهکاری پرداخت نمیشه. به هر حال ما انقدر اگر حرفی هست حرف اسلامه، اگر پاسخی هست پاسخ اهل بیت، پاسخ اسلام هست. ما خیلی هنر داشته باشیم یه گوشی از اون زیبایی هایی که کلام اهل بیت مثلا به مردم برسونیم. هم از اونهاست، همین که ما تکلیف داریم اگر نعمتی خدا داده که داده، شکر اون نعمت اینه که ما واسه انجام بدیم و همین دلیل بندم هیچ انتظاری هم ندارم. البته این کارو کردن، گاهی خود حوزه این کارو کردن و هم حالا شفاهی، ولی خب حقیقت اینه که بنده اصلا انتظار این که این چیزا باشه چون سلامش بالاخره این تواضع و فروتنی شماست از استاد محمد شاروردی عزیزی که ما شناختیم، غیر از اینم انتظار نیست این نوع برخورد شما، ولی هر کس باید تکلیف خودش رو انجام بده. و خیلی خوب، برجت ما خیلی قدردان حضور شما هستیم در برنامه یاد خدا و به برکت حضور شما این فضای پرسش و پاسخ و تفقه در علم و دین به تعبیر شما مهیا میشه و عزیزان دیگری که در برنامه یاد خدا هستن. الحمدلله رب العالمین. خب از حیث این که میگن شکر نعمت رو افزون کند، خواستم که یه شکری بکنم خدا بزرگ بابت این نعمت و نعمت‌هایی که داریم که انشالله مستدام باشه. رسیدیم به بحث چالشی و شبهه برانگیز همون عرضم حضور شما که قبل تفویض و در واقع تفاوت و تبعیض، بعدش رسیدیم به بدیها و شرور که آیا وجود دارن یا ندارن. شما فرمودید که اصلا وجود ندارن، ولی گیریم که وجود داشته باشن مطلق نیستن. باز یه پله رفتیم جلوتر که بدیها و شرور اصلا بگیریم به صورت مطلق وجود داشته باشن، باز هم دیدیم که خب مثلا اجزای خلقت و طبیعت همه چیش به هم میریزه، نمیتونیم چه این چیزی رو متصور بشیم. حالا یه چالش ها و سوالا و شبهاتی چهارم هم که اشاره کردیم فایده هایشون، 4 تا گام رفتیم. آره. یه فوایدی هم داره، فرمودیم که اون زهرمار و میکروب ها و اینا رو فرمودیم که یا مثلا وجود یه سری بیماری ها که اینها باعث یه سری در واقع رشد ها و کمال ها برای انسان هم زهرمار باش پادزهر میسازن، دارو میسازن، همین میکروب ها رو مثلا سرم یا استالتان دیگه بحث علمی به درد ما نمیخوره، ولی هم از منظر علمی هم از منظر دنیا هم از منظر آخرت ما بعضیشو گفتیم. اون بنده دلم توی که از برنامه ها 12 تا فایده و حکمت برای بلاها و اینها اونجا شمردیم که از آیات روایت. یادم هم میاد یه بار همین، حالا شاید همون جلسه بوده که اینا رو میشمردیم، بعد من گفتم که آقا اینایی که دارین میادن
مشتاق میشه دعا بکنه خدا به من بلا بده که چجوری. بعد شما میگید نه نباید اینطوری باشه. بله درست. آره. خب عرضم حضور شما که حالا برخی از شبهاتی که مطرح میکنن من دوست دارم دوباره، حالا یه بار یادم میاد 3-4 هفته پیش مطرح کردیم، باز دلم میخواد مثال بزنم که شما دقیق تر پاسخ بدید. مثلا بحثی که ایرادی که راجع به عدل خدا میگیرن، آقا من اصلا نمیخواستم متولد شم، نمیخواستم به این دنیا بیام، خدایی که میگید عادله چرا به زور منو برداشت آورد تو این دنیا؟ این چرا پدر مادر منو میبره؟ چرا دختر من که تو سن 10 سالگی ور میداره مثلا یه سرطان میگیره میره؟ چرا باید اینجوری بشه که سرطان بیماری ناشناخته یهو میگیره و اینا میره؟ و چند تا حالا 2 تا شد. 2 تا شد. 2 تا سوال. جدا میخواین پاسخ پس دونه بریم. خیلی از این دست شبهات و سوالات زیاد مطرح میکنن. نسبت به سوال اول، ما به دوستان انشاءالله قول میدیم تو بحث فلسفه آفرینش، بحث حکمت حیات، اونجا بیشتر صحبت کنیم. ببینید چرا خدا ما رو خلق کرده، آفرینش. اما چند نکته لازم. نکته اول این که خود این حرف که خدا چرا از من اجازه نگرفته منو خلق کرده، این حرف درستی نیست. چون اول خودشو مخلوق میگیره، وجود داره، خدا باید بره بهش بگه جناب فلانی دوست دارید من تو رو خلقت کنم؟ هست که چی میخواد خلق کنه؟ اگه نبود که چجوری ازش سوال؟ از کی بپرسه؟ اگر نیست از کی بپرسه؟ اگه هست برای چی بپرسه؟ اصل این سوال دقت میکنی که راست میگی. پرسشگر به این وجه قضیه هیچ موقع فکر نمیکنه. بله، اینکه اگه وجود نداره خدا از کی بپرسه؟ نیست که خود بپرسه که. اگه حالا هست دیگه، خب هست دیگه، برای چی بپرسه؟ اگه هست چی بپرسه؟ چی بپرسه؟ نکته بعد این که آیا این که مثلا فرض بفرمایید که چین حرفی میزنه آگاهانه و عاقلانه این حرفی میزنه یا لجبازی میکنه یا از روی ناآگاهیه؟ یه بچه رو شما در نظر بگیرید، بچه مریض میخوان آمپولش بزنن، شروع میکنه به پرخاش کردن پدر و مادر، من شما رو دوست ندارم. چرا؟ بهش من مریضی، خوب نمیشی، خوب نشم، میگم میمیریم، بمیرم. بهش این قفسه فلج اطفال اگه نخوری فلج میشی، باشه ما فلج بشه. این نمیفهمه چی داره میگه. کسی که شر رو بر خیر ترجیح میده، وجود رو، عدم رو بر وجود ترجیح داده. ما گفتیم شر چیه؟ عدم دیگه. بله. این میگه عدم بهتر است از وجود. شر مطلق بدتر است از خیر مطلق. و معلومه که نمیفهمه چی داره میگه، یا داره لجبازی میکنه یا اینکه آگاهی نداره که چی داره میگه. نکته بعدی این که خب بله، خدا که لازم نیست ما اجازه بگیره، او خالق است، ما مخلوقیم، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطفتون ناگفته ما میشه. تا اینجا که میگه که حالا این وجود از ما بگیری که میتونه جنس رو بر بگیری که جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند، ما مخلوقیم و خالقه. اشکال کار قوام اینه که یک نوع اندیشه اومانیستی اومده ذهن ما رو گرفته. بر حسب اندیشه اومانیسم انسان رفته جای خدا نشسته. حالا اون جایی که مردم خدا رو باور دارن خب نمیتونن بگن که خدا رو برش کن، اومده اینها در عرض هم قرار دادن. خدا و خودش چیکار کردن؟ تو اون طرف من این طرف، چرا من اجازه نگرفت؟ بسم تعالی تو چیکاری که ما از تو اجازه بگیره؟ او خالقه، تو چیکاری که اجازه بگیره از تو؟ جبره، بله جبر مطلقه. اینجا که بحثی نیست که اختیار نخیر، او خالقه و خلق میکنه، ما چه بخوایم چه نخواهیم. علت اینه که ما خودمون رو بردیم کنار خدا، در عرض خدا قرار دادیم، داریم معامله میکنیم. من به این معامله راضی نیستم. نه، بحث معامله نیست، بحث اختیار اوست، مشیت اوست، چون بهش مشیت شعلق گرفته انجام میده. پاک کردن این کار مشکلی سا. بله. من فراوان توی برخوردها، گفتگوها مثلا نسبت پدر و مادر جاهای نگاه میکنم، میبینم که این اندیشه به شکل نامحسوس اومده ذهن‌ها رو اشغال کرده، پر کرده. این اندیشه اومانیست، این اندیشه قابل قبول نیست. خدا خالق است، ما مخلوقیم. او رب است، ما مربوبیم. او رازق است، ما مرزوقیم. در عرض هم چه نیستیم که.
او علت است ما معلول این میشه اینا با هم دارن. اینم یه نکته. بنابراین این اندیشه و این اندیشه ها که حالا بازم هست از اینجا نشأت گرفته. بریم به سوال اولتون. سوال دوم اگه اجازه بدین بریم فاصله بگیریم برگردیم به سوال دوم. یه نیمچه سوالی هم میخوام اضافه کنم دوباره مطرح کنم اگه سوالاتون هستین پاسخ بدید. اجازه است؟ بفرمایید. خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. من یه دختر 10 ساله داشتم، زیبارو، شاگرد اول مدرسه، نخبه و همه جا صحبت از کمالاتش بود. اینو سرطان گرفت، 6 ماه خدا از من گرفت. این با کجای عدالت خدا سازگاره؟ یه چیزی هم اضافه کنم. من یه خانومی هستم نزدیک دیگه 50 سالم داره میشه و سالهاست در آرزوی فرزنددار شدن هستم. تمام تحصیلات مربوط به تعلیم و تربیت رو آموختم، اصلا خودم دارم تدریس میکنم. خدا به من فرزند نمیده. اون وقت به اون خانومی که شاید 1% از اون کمالات تعلیمی و تربیتی که من دارم در ارتباط با فرزند پروری 10 تا بچه داده. یکیشون هم ناخلفتر و به درد نخورتر برای خانواده و جامعه. منی که میتونم برای خودم، خانواده‌ام و جامعه فرزند خوب تربیت کنم، خدمت به اسلام بکنم، ولی خدا به من فرزند نمیده. اینم اضافه کردم. نمیدونم شبیه همه با هم جواب بدید یا جدا جدا. بله. عرض کنم که نکته اول اینه که چرا میگید خدا از من گرفت؟ اگر مثلا کسی این دختر رو کشته باشه خدا او رو عذاب میکنه یا نمیکنه؟ اگه خدا گرفته باید بود دست مریضت بگی دیگه. خوب کاری کردی، چون من میخواستم این بچه رو بگیرم، تو شدی وسیله اجرای خواست من. خدا اونو عذابش میکنه. پس خدا نمیخواسته، پس خدا نبرده. علل و عوامل دیگه ای داره. اون علت ها ممکنه مادی باشه، ممکنه غیر مادی باشه، ممکنه ارادی باشه، ممکنه غیر ارادی باشه. باید بررسی بشه. اون علل و عوامل علت هست و معلول دیگه. فرض فرمایید که تصادف کرده، نتیجه تصادف مرگه. تصادف میشه که خدا خواسته تصادف بشه؟ نه خیر. بلکه اون کسی که بی احتیاطی کرده واسه تصادف شده خدا عذابش میکنه. بله. اگه میخواست که نباید این کار میکرد. اینجا باید دو مطلب البته مقدار دقیق ان شاء الله دوستان بیشتر نمیاد خواهم فرمود. اینجا قاطی شده بین اراده تکوینیه خدا و اراده تشریعیه خدا. تکویناً وقتی که مثلا نتانیاهو رو خلق میکنه که این سگ هار، که من می‌خواستم سگ‌های هار از دست ما شکایت کنم روز قیامت، بگن که ما کی اینجوری بودیم شما والله ما چیز دیگه نداریم. والا خیلی بدتر از سگ هاره. سگ هار مریضه. و خب این شخصیت این گونه‌ای که از کنم که سراسر ظلم است و جور است و میدونم اینها، خب این میاد و این جنایت انجام میده، از اختیارش سوء استفاده میکنه. اگه خدا خلقش نمی کرد میتونست این کار رو بکنه؟ نه. اگه بهش اختیار نمیداد، اگه بهش قدرت نمیداد، اگر مقام نمی گرفت، اینا به اراده خداست همش. تکویناً تمام کارهای نتانیاهو هم کار خداست. اما تشریعاً اینجوری نیست. خدا به نتانیاهو بر حسب دین خودش، بر حسب اون این امکان رو برای او در نظر گرفته. بله. اما نخواسته که او این کار اختیار بهش داده، ولی دستورم بهش داده. بر حسب همون دین، هم آیین تحریف شده یهود بهش گفته ان نفس به نفس، یه نفر رو کشتی میشی. خود متن تورات دیگه. بله. پس تشریعاً او داره امر خدا رو زیر پا میذاره و خدا هم نمیخواد. اون چی که شما فرمودید از این جنسه. پس خدا نمیخواست. خدا نمیخواست که این بچه بمیره. چرا شما به حساب خدا میذارید؟ خدا نبرده. علت عوامل خاص خودش داشته، باید بررسی بشه. این نکته اول که خب این نکته مهم نیست. نکته دوم این که از کنم که اگر همین مورد شما فرمودید به دستورات خدا عمل میشه، مثلا دعا بود، صدقه بود، میدونم اون علت و عوامل فراوانی که باعث میشه این اتفاقا نیفته، همش خدا دستور بده.
از صدقه تو تدفع میتة السوء، صدقه مرگای این گونه رو دفع نمیذاره. امام صادق فرمودن که من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. یه احسان باعث شد این اتفاق نیفته. و حالا این علتهای مادی بود، علتهای معنوی بود، علتهای مادی خیلی فراوانی هست. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که این که شما ناراحتی نداره، ناراحتی شما رو خدا انقدر صبر به شما میده که حد و حصر نداره. ولی نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. شما میگید ما از طرف خدا، ما از خداییم و به خدا هم برمیگردیم. وقت فرماید چه فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، کسانی که در مقابل این مصیبت صبر میکنن صلوات خدا برای خدایی به پیامبر صلوات فرستاده، برای اون شخص صلوات میفرسته، رحمت برش نازل میشه. این خودش یک راهی است برای رسیدن به اون کمالاتی که هیچ راه دیگه وجود نداشت برای رسیدن ممکن. همون بلاهایی که گفتیم که فایده های بلاها، فایده همه اینجا خودش نشون میده. پس اولا میشد جلوگیری کرد، علت و عوامل رو بررسی میکرد که میشد که چرا این اتفاق افتاده، خدا به ما علم داده، خدا به ما عقل داده، از اونا اگه استفاده میکردیم این اتفاق نمیافتاد. و دومی که حالا این اتفاق افتاده آیا برای ما به نفع ماست یا به ضرر ما؟ ظاهرش اینه به ضرر ماست. اون بچه که حضرت خضر کشت، از این که نگاه میکنیم چیه؟ به ضرر دیگه. یه بچه رو کشته و پدر مادر داغدار شدن دیگه، مثلا شما الان گفتید. اما اصل قضیه پشت پرده چه خبره؟ اون بچه اگر زنده بود 3 نفر میفرستاد جهنم، خودش، پدرش، مادرش، آخرش جهنمی میشدن. حالا کشته شد، صاف را تو بهشت. ایمان پدر و مادر محفوظ ماند، اینا میرن به بهشت. خدا هم به این پدر و مادر دختری داد که 70 پیغمبر از نسل دختر به دنیا آمدن. حالا کدومش بهتر بود؟ یادم چون خبر نداره اونجوری قضاوت میکنه. بله. وقتی با خبر بشه همین پشت پرده خبر هاست. من مثال زدم دیگه. بله. همه تو سوره کهف خوندن، دوستان اهل قرآن هم دیگه. اونجا کشته، ولی اون کشته اینقدر فایده داشت. پس نتیجه میگیریم همه این چالش ها و داستان ها و شبهات که ما مطرح میکنیم نتیجه جهل ما نسبت به باید سعی بکنیم معرفتمون رو همین برنامه و این نشست ها در همین راستاست. خب خیلی ممنونم استاد. اون سوال موکیه دیگه نرسید، البته اونم فرمولش همین، با همین فرمول به جواب اونم قاعدتا میرسیم. حالا اگر عمری باقی بود برای برنامه‌اتی دوباره مطرحش می‌کنیم. عوامل نداریم. خیلی استفاده کردیم. اگر سوالی برای شما پیش اومد با توجه به نکاتی که مطرح شد در این چند برنامه و همچنین برنامه آخر، میتونین به سامانه پیام کوتاهی که دوستان من زیرنویس کردن در خلال برنامه ارسال بفرمایید، دسته‌بندی بکنیم، سوالات رو در جلسات آتی انشالله بشه مطرح بکنیم، خیلی خوب میشه. مراقب خودتون و خوبیاتون هم باشین، برای ما نفس بزنین تو این روزهای ماه خدا. التماس دعا یا حق. خداحافظ.